قسم به پروردگار که کسی را که الله بخواهد عزت بدهد کل جهان هستی جمع بشوند ذلیلش کردن نمیتوانند، و کسی را که الله بخواهد عزیز بگرداند با تمام قوت و نیرو امکاناتی که در دست دارن انس و جنش جمع بشن نمیتوانند ذلیلش بکنن. و چهارمش و تذل من تشاء، و کسی را که رب العالمین بخواهد ذلیلش میگرداند. و عین قضیه اگر کسی را الله بخواهد ذلیل بگرداند کل دنیا جمع بشه که عزیزش بگرداند نمیتوانند برش عزت بده، چون الله تبارک و تعالی خواست. بنابراین این چهار چیز در دست الله هست. تؤتی الملک من تشاء، برای هر کسی که بخواهد قدرت میدهد، ثروت میدهد. و تنزع الملک ممن تشاء، از هر کسی که بخواهد پس میگیردش. و تعز من تشاء، کسی که بخواهد عزیزش میکند. و تذل من تشاء، کسی که بخواهد ذلیلش میگرداند. یعنی آنچه که برای ما خودت از این آیت